سلام بچه ها. آتش یکی از عنصرهایی که داخل وجود ما حضور داره و ارتباطش با یکی از چاکراهای داخل بدن ما، چاکرای سوم، چاکرای خورشیدی یا همون شهر جواهر. آتش رو حتما تو برنامه هاتون داشته باشید با دوستان، آشنایان، ولی بهترینش اینه که تو تنهایی خودتون یه آتش کوچیک درست کنید، بهش خیره شید، باعث تقویت چاکرای سوم خورشیدی که عنصرش آتش هست میشه. حال خوبی بهتون میده، علاوه خصوص توی تنهایی. حتما این تمرین رو داشته باشید. این مقدار آتشی که میبینید رو هر جا بخواید، حتی تو آپارتمان هم میتونید درست کنید و باش ارتباط بگیرید. ارتباط با آتش یکی از مزایای دیگه که داره پاکسازی درون هست. علم پاکسازی درون که یکی از علومی هست که به تازگی دارن خیلی از دانشگاه‌های بزرگ هم بهش میپردازن. یکی از روشاش ارتباط با آتشه. آتش خودش یکی از پاک کننده هاست. همینجور میبینید شعله زرد، چاکرای سوم زرد. موقعی که درست با آتش نگاه کنید، حتما بچه‌ها این کار رو انجام بدید. موقعی که درست با آتش نگاه کنید، رنگ 7 چاکراتون رو توی آتش میبینید، از قرمز تا صورتی یا بنفش میبینید، حتی رنگ سبز. هر 7 رنگ رو درون آتش میبینید. ممنون از همراهیتون. آتش رو توی برنامه‌هاتون حتما داشته باشید. خدا نگهدارتون.